دردهای قاعدگی یکی از چالش‌هاییه که بسیاری از زنان در طول زندگی خودشون با اون مواجه میشن. دردهایی که میتونه خفیف باشه یا شدید و گاهی اونقدر آزاردهنده بشه که انجام کارهای روزمره رو دشوار بکنه. از گرفتگی عضلانی گرفته تا احساس خستگی، سردرد، حتی تغییرهای خلقی. همه این موارد میتونن بخشی از این دوره طبیعی اما گاهن دشوار باشن. بسیاری از افراد برای تسکین این دردها به روش‌های مختلفی متوسل میشن. از مصرف داروهای مسکن گرفته تا استفاده از گرما، تغییر در رژیم غذایی و حتی تمرین‌های آرامش بخش. اما در بین تمام این راهکارها یکی از مؤثرترین روش‌هایی که هم از نظر علمی ثابت شده و هم تجربه بسیاری از افراد یوگا هستش. یوگا تنها یه ورزش نیست، بلکه مجموعی از حرکات، تنفس‌های عمیق و تکنیک‌های ذهن آگاهه که میتونه به تعادل بدن و ذهن کمک بکنه. تمرین‌های یوگا نه تنها به کاهش گرفتگی‌های عضلانی و بهبود گردش خون در ناحیه شکم و لگن کمک میکنه، بلکه باعث کاهش سطح استرس و آرامسازی سیستم عصبی میشه. این یعنی نه تنها این دردها کاهش پیدا میکنن، بلکه احساس سبکی و آرامش جایگزین تنش‌ها و ناراحتی‌های این دوران میشه. در این ویدیو ما قصد داریم چند تا حرکت خیلی ساده اما بسیار موثر یوگا رو معرفی کنیم که میتونن به کاهش دردهای قاعدگی کمک بکنن و این تمرین ها نیازی به تجهیزات خاصی ندارن و شما میتونید به راحتی در خونه در محیطی آروم و راحت انجام بدین. پس اگه به دنبال راه طبیعی و اثر بخش برای کاهش دردهای این دوران هستید، تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. اولین حرکت یوگا حالت کودک هستش. یکی از بهترین حرکات برای کاهش گرفتگی‌های شکمی و ایجاد حس آرامش حالت کودکه. این حرکت باعث کشش آروم در قسمت‌های پایین کمر، شکم و رون‌ها میشه و فشار رو روی عضلات لگن کاهش میده. برای انجام این حرکت روی زانوهای خودتون بشینید، انگشتاتون رو به هم بچسبونین و زانوها رو کمی باز کنین. بدن خودتون رو به سمت جلو خم کنین و پیشونیتون رو روی زمین قرار بدین. بازوها رو یا در جلوی بدن بکشین یا در کنار بدن قرار بدین. چند تا نفس عمیق بکشین و حداقل 30 ثانیه توی همین وضعیت بمونین. این حرکت باعث آرامش عضلات شکم و کاهش استرس میشه. همچنین گردش خون در ناحیه لگن افزایش پیدا میکنه که به کاهش گرفتگی ها کمک بسیار زیادی میکنه. حالت بعدی حالت گربه گاو هستش. این حرکت ترکیبی از کشش و رهاسازیه که به بهبود جریان خون در ستون فقرات و شکم کمک میکنه. علاوه بر این باعث کاهش گرفتگی های کمر و تنظیم سیستم عصبی میشه. برای انجام دادن این حرکت توی وضعیت 4 دست و پا قرار بگیرید. مچ دستاتون رو زیر شونه ها و زانوها زیر لگن باشه. هنگام دم کمر رو کمی گود بکنید، سر و سینه رو به سمت بالا بکشین. وقتی بازدم کمرتون رو گرد کنید، چونه رو به سمت قفسه سینه ببرید و عضلات شکمتون رو منقبض کنید. این حرکت رو 8 تا 10 بار انجام بدین. با ریتم تنفس باید انجام بشه این حرکت. این حرکت باعث افزایش انعطاف پذیری ستون فقرات، کاهش گرفتگی‌های شکمی و بهبود عملکرد سیستم گوارشی میشه. حالت بعدی حالت کبرا هستش. این حرکت به باز شدن قفسه سینه و بهبود جریان خون در ناحیه شکم و لگن کمک میکنه. باعث میشه که گرفتگی عضلانی کاهش پیدا بکنه و ایجاد حس انرژی و آرامش در بدن میشه. برای انجام این حرکت روی شکمتون دراز بکشید، کف دستاتون رو کنار شونه‌هاتون روی زمین قرار بدین، با دم بالا تنه رو به آرومی بالا بیارین و قفسه سینه رو باز کنید. آرنج هاتون رو کمی خم نگه دارید و شونه ها رو از گوش هاتون دور بکنید. 20 تا 30 ثانیه توی این وضعیت بمونید و نفس عمیقی بکشین. بدن شما قراره در این حالت به آرومی به سمت پایین کشیده بشه.
این حرکت باعث کاهش دردهای شکم و کمر میشه و انرژی بدن شما رو افزایش میده. حالت بعدی حالت پروانه است. این حرکت به انعطاف پذیری مفاصل لگن کمک میکنه و باعث افزایش جریان خون در ناحیه شکم و رحم شما میشه. برای انجام این حرکت روی زمین بشینید، کف پاهاتون رو به هم بچسبونید، زانوهاتون رو به آرومی به سمت بیرون باز بکنید و سعی کنید اونها رو نزدیک زمین نگه دارید. پشت خودتون رو صاف کنید و دستهاتون رو روی پاهاتون قرار بدید. برای کشش بیشتر میتونید کمی به سمت جلو خم بشید. 30 تا 40 ثانیه توی این وضعیت بمونید. این حرکت باعث کاهش تنش در ناحیه شکم و لگن شما میشه و به آرامش عضلاتتون کمک میکنه. حالت بعدی حالت پیچ نشسته هستش. پیچ‌های ملایم توی بدن میتونه باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش دردهای ناشی از گرفتگی دردهای قاعدگی بشه. برای انجام این حرکت روی زمین بشینید، پای راست خودتون رو روی پای چپتون قرار بدید، پای چپتون رو صاف نگه دارید یا اونو خم کنید. دست راست رو پشت بدن بذارین و دست چپتون رو روی زانوی راست قرار بدین. به آرومی بالا تنتون رو به راست بچرخونید و نگاهتون به پشت سرتون باشه. 20 تا 30 ثانیه توی این وضعیت بمونین و سپس به سمت دیگه تکرار بکنید. تأثیر این حرکت باعث بهبود گردش خون، کاهش نفخ و آرومسازی عضلات شکمتون میشه. حرکت‌های یوگا نه تنها میتونن به کاهش دردهای قاعدگی کمک بکنن، بلکه باعث ایجاد حس آرامش و تعادل هم توی بدن و ذهن شما میشن. برای اینکه بهترین نتیجه رو از این تمرینات بگیرید، باید به صورت منظم و مداوم انجام بدین و در کنار اون هم به تغذیه مناسب، مصرف آب کافی و استراحتتون توجه بکنید. اگه این تمرینات رو امتحان کردین، تجربه خودتون رو با ما به اشتراک بذارین. حتما این ویدیو رو با دوستانتون که ممکنه به اون نیاز داشته باشن به اشتراک بذارید. همونطور که دیدین، یوگا میتونه یک روش فوق‌العاده طبیعی و مؤثر برای کاهش درد باشه. حرکاتی که امروز با هم تمرین کردیم و در مورد اونها صحبت کردیم، تنها یک بخشی از تکنیک‌های یوگا هستن که میتونن به شما در این دوران کمک بکنن. مهمترین نکته اینه که بدن خودمون رو بشناسیم و به اون گوش بدیم و تمریناتی رو که حس خوبی به شما میدن در برنامه روزانه‌تون بگنجونید. اگه در حین انجام این تمرین ها احساس ناراحتی یا درد شدید داشتین، حتما با پزشک خودتون مشورت بکنین. هر حرکتی که برای شما مناسب نیست جایگزین بکنید. همچنین سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و مدیریت استرس میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای در کاهش علائم این دوران داشته باشه. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، حتما دکمه لایک رو بزنید، کامنت بذارید که کدوم حرکت برای شما تاثیرگذارتر بوده. همچنین اگه به دنبال ویدیوهای بیشتر در زمینه سلامت، آرامش و سبک زندگی سالم هستید، کانال هس پلاس رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ ویدیویی از دستتون نره. ما همیشه با محتوای مفید و کاربردی در کنارتون هستیم. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودیم. مواظب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین. خدا نگهدار همه شما.